من برای کارهای دینی قائم میشوم، پدر و مادرم صد راه من میشود. از کارهای ثوابی که من انجام میدهم پدر و مادر من هم در این کار ثواب شریکند یا نه؟ البته شریکند. اگرچه اونها صد راه تو هم که شوند، لکن تو در مسئله اطاعت الله پدر و مادر هیچ کس اطاعت نمیکنه. اگر وقت پدر و مادر فرزند نگذارد که مسجد رود، نگذارد که نماز خواند، نگذارد که روزه گیرد، اینجا در فرزند حقوق دارد که گوید پدر و مادر من سخن تو را نمیگیرم، من سخن الله را میگیرم. زیرا پیغمبر خدا گفتگی هستند که در گناهگار شدن نزد پروردگار سخنی کسی نباشد، بنده نباشد و یا رد کنید گفتند. لیکن البته مادامی که اونها سبب به دنیا آمدن تو شیدگی که هستند، در ثوابهای تو البته شریکند. در هر چون دعا کن که خداوند اونها را مثل تو توفیق نصیب کند.